امروز 31 مرداد روز ملی صنعت دفاعی کشوره، روزی که باز هم تلاشگران صنایع دفاعی برگ‌های تازه‌ای از درخت قطور علوم نظامی و دفاعی رو کردند. 6 دستاورد جدید امروز رونمایی شد. موشک ارتقا یافته فاتح 110، آزمایشگاه پرنده یا سکوی آزمون‌های پروازی آرمیتا، موتور دریایی بنیان با قدرت 5000 اسب بخار که روی شناورهای بزرگ نصب میشه، خودروی تاکتیکی ارس و خمپارانداز 160. الان این صندوق ساخت کشور خودمون همه کارهای توسعه زمینی انجام شده. موبایل امروز همچنین از نمایشگاه توانمندی‌های دفاعی امروز با حضور رئیس جمهور رونمایی شد. نسل چهارم بنیان 4، آزمایشگاه پرنده آرمیتا، خودروی تاکتیکی ارس، خمد وفا و سامانه جهتیاب و شنود شاهد از دستاوردهای جدید صنعت دفاعی کشور است که دکتر احمدی نژاد در روز ملی advanced aerial and sea defense batteries. He also toured an exhibition of the latest achievements by the defense industry and Iranian Aerospace Organization. Tehran has managed to significantly